برای شما من میپرسید که وقت چه خیلی کنید، سه با تقسیم کنید. یکم درجه، دوم درجه، سوم درجه. یکم درجه همون کاری کنید که یکم را حیات شما به تاثیر میرسوند. تقدیر شما دیگه میکنه. شما باید کلا به خاطر داشته گیرید که انسان همون شخص میشد که کجا وقتش صرف کند. وقت همه به هست 24 ساعت. استاد به ما نصیحت کنید باید که ما چه چیزهای مهم را در زندگی فراموش نسازیم. یکمین چیزی که شما باید که فراموش نکنید این خدمت پدر و مادر. شما باید که خدمت پدر و مادر فراموش نکنید. دوم کاری که شما باید کنید این خدمت استاداتونه. انسانی که خدمت استاد و خدمت پدر و مادرش میکنند وای زنش انسان قدردانه. انسان قدردان در زندگی همه جا با آدمای به وام میخورد که با همه خیلی قدردانیش میکنند. بعد دیگرها به قدر وای میرسن. این دوم چیزی که شما باید فراموش نکنید. سوم چیزی که شما باید کنید تمام انسانی که شما در حیات نیکی کردگی است، دستگیری کردگی است، یکم خوبی کردگی است. خوبی انسان باید آدم خاطر نبرد. همه چیزی که مثال از همین بیرون است فراموش کنید مایلش. یک کس دلرنجی کرد شما با سخنی باید گفت فراموش کردن گیرید. پگاه با صحبت کردن گیرید همراهش رنگ رفیقی نزدیک.